سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. در اپیزود دوم میریم سراغ 3 سکانس از 3 فیلم که فرمولش خیلی ساده است. وقتی حالتون خوب نیست پلیش کنید. سکانس اول از فیلمیه که مطمئنم همتون دیدین و خیلی دوستش دارین. خب این فیلم و این سکانس که اما و رایان به نظر من توش گل کاشتن، خب یه جورایی حس خیلی خوبی به من میده و به نظر من یکی از سکانس عاشقانه خیلی دوست داشتنیه که این دو نفر کاراکتر عاشقونه روی تپه با هم میرقصن، عشق بازی میکنن و دنیای خودشون رو ساختن با اون رنگ بندی های زیبا، کالر گریدینگی که واقعا گل کاشته. به نظر من همه چیز آروم و یه جورایی انگار جهان هستی داره بهت میگه که اینقدرم اینجا بد نیست، هنوز قشنگی خودشو داره. سکانس دوم که اون غریزه ما رو بیدار میکنه، یعنی حس به آزادی. این سکانس به نظر من خیلی واسه ماها، به خصوص ما ایرانی ها مهمه، چون که نه دیالوگ توش مهمه نه قهرمان توش مهمه، فقط چیزی که مهمه اون آزادیه و یه جایی بهت میگه آخه نفس کشیدن و بالاخره آزادی. و بالاخره سکانس سوم، یکی از آرومترین سکانس های تاریخ سینما. توی این سکانس همه چیز در کنار هم دیگه نرم، اسلو موشن و هم زمان کند شده و بعض وقتا یه سری سکانس ها هستن که کار خاصی نمی کنن و یک چیز رو بهت یادآوری میکنن، مثل این سکانس، چیزی که شاید سالها، ماها، روزهاست که فراموش کردی، یعنی خودت رو بهت یادآوری میکنه.